بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم متکبر الله سبحانه و تعالی را چه قسم معرفی کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که المتکبر ذات با عظمتی که دارای صفات جلال و عظمت مثل صفات الجبار، الملک، یعنی ذاتی که دارای کبریا، جبروت و ملکوت است. امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت میکنه عن عبدالله بن عمر قال قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الآیه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت خوان و هو علی المنبر. میگه رسول الله بالای منبر بود. این آیت خوان و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. میگه که وقتی آیت خوان که آسمان ها مطویات، یعنی همون توخوردگی هست، بیمینه، بیمین الله سبحانه و تعالی، سبحانه و تعالی عما یشرکون، پاک است الله سبحانه و تعالی و بسیار عالی مقام است الله سبحانه و تعالی عما یشرکون، از آن چی که اینا شرک میکنن. قال الراوی میگه که یقول الله عز وجل، یعنی رسول الله صلی الله علیه و فرمود که یقول الله عز وجل، حدیث قدسی است. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یقول الله عز وجل. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت خوان که والسماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ گفت که الله سبحانه و تعالی میگه که انا الجبار، مزات با قدرت و با عظمت و دارای جبروت هستم. انا المتکبر، مزات هستم که دارای کبریا هستم. انا الملک، ذاتی که ما دارای ملکوت و قدرت و سلطه هستم. انا المتعالی، مزاتی که دارای مقام عالی هستم. یمجد نفسه، رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی ذات با عظمت خود تمجید میکنه. قال فجعل رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایراوی چی میگه؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امیره تکرار کرده میرفت که الله سبحانه و تعالی میگه که انا الجبار، انا المتکبر، انا الملک، انا المتعالی. میگه به این اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره تکرار میکرد حتی رجف به المنبر، حتی میگه امو منبرش در لرزه آمد. حتی ظننا انه سیخر به، ما فکر کنیم که آل منبر آل مندازش. رسول الله هم از منبر سقوط میکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا چی را بیان میکرد؟ جلال و کمال و عظمت بزرگی الله سبحانه و تعالی را. دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ذات با عظمتی که پرده کبریای میان اوی و بندگان جنتش حائل می باشه. یک پرده هست که او پرده کبریا هست که بین بنده هاش چی است؟ عن ابی بکر، امام مسلم رحمه الله در حدیث صحیح روایت میکنه عن ابی بکر ابن عبدالله ابن قیس عن ابیه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگه صحابی مبارک گفت جنتان من فضه، دو جنتی هستند که از نقره هستند. من فضه آنیتهما و ما فیهما، دو جنتی هستند که امو ظرفهایش و آنچه که در آن هست اینا چی هستند؟ کلش از نقره ساخته شدند. و جنتان من ذهب، و جنتای دیگه هست که من ذهب آنیتهما و ما فیهما، که از طلا هست. تمام چیزها که اگر ظرفش هست، اگر تختش هست، اگر گلاسش هست، کل چیزش سبحان الله از طلا هست. این دو جنت است. دو جنت کل ظرفایش از نقره هست و دو جنت دیگه هست که کل ظرفایش از طلا هست. سبحان الله. و ما بین القوم و بین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء، و بین این جنتی هایی که در این جنت ها هستن و در بین رب العالمین چی هست؟ فقط امو پرده کبریا هست علی وجهه فی جنت عدن، بر روی با عظمت الله سبحانه و تعالی در جنت عدن، که بنده ها اونم وقتی که الله سبحانه و تعالی خواسته باشه باز این بنده هاش الله سبحانه و تعالی را میبینن. این قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی را با این ذات کبریا و عظمتش معرفی میکنه. سومی چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ذات کبریایی که کبریا ردایش هست. عن ابی هریره رضی الله عنه قال، ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که قال حناد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این هم حدیث قدسی رو بیان میکنه. میگه قال الله عز وجل، میگه الله سبحانه و تعالی گفت که
الکبریا ردایی، کبریا که است مثل ردا هست، مثل قدیفه بر ما هست، یعنی این شایسته ذات و جلال عظمت ما هست. و العظمت ازاری، و عظمت و بزرگی که است میگه ای به مثابه ازار هست به پیش من. فمن نازعنی، پس کسی که در کبریا و عظمت چی میکنه؟ فمن نازعنی واحدا منهما، هر کسی که در این منازعه میکنه، یعنی صفت کبریا را ادعا میکنه و صفت عظمت ادعا میکنه هر مخلوق، از این خاطر چی میشه؟ الله میگه قذفته فی النار، ایره در آتش دوزخ میپرتم. یم حدیث صحیح است. پس این قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات با جلال و با عظمت الله سبحانه و تعالی را برای ما و شما معرفی میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.